بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه 11 به کتابی شرح مختصری اصول اعتقاد اهل السنه و الجماعه، کتابی امام اللالکائی می باشد که حدیث درباره همان گروهی نجات یافته فرق ناجیه میگویند که حدیث در بخاری مسلم است. حدیث را معاویه ابن ابو سفیان و اینچنین عمران ابن حسین و اینچنین مغیره ابن شعبه و یک چند صحابه این حدیث را روایت کرده است که وقتی که معاویه خطبه خواندند گفتند از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم می گفتند لا تزال من امتی امة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله على ذلك. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همیشه از امتی من یک گروهی هستند که آنها در فرمان الله همیشه پایبند هستند، همیشه امر معروف و نهی از منکر میکنند، جهاد در راه الله میکنند، با مالهایشان با زبانهایشان تمامی حیاتشان را فدا کردند. این طایفه تا روز قیامت وجود دارد. اگر تمام زمین را کافرها بگیرد که این طایفه اگرچند که پراکنده هست در همه گوشی کنار جهان وجود دارد. او را از روی این گروه را از زمین برکنار کردن نمی شود. این پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث را باید یقینا بدانیم که اگر می خواهیم که راهی حق را بپیماییم و جستجو بکنیم این طایفه را یابیم. این طایفه چگونه هستند؟ چه خیلی که علم های زمان میگویند که این طایفه در اعتقادشان عقیده اعتقاد ایمان آنها مثل ایمان زمانی که در رویش راهی صحابه و پیامبر و رویششان از قرآن و سنت با فهمی صحابگان و تابعین و علماهای ربانی می باشد. بنابر همین اگرچند که این طایفه کمی و اندک تنها در هر جای گوشی کنار غریب هستند، آنها تبلیغ دین رسالت الله را ترک نمی کنند. در حقیقت این طایفه غریب هستند. لا یضرهم خلاف من خالفهم، یعنی با آنها مخالفت کردن، یعنی با آنها خلافی مشرکان و از درون اسلام و اینچنین از بیرین یگان ضرری نمی رساند و کسی آنها را خوار و حقیر کرده نمی تواند، زیرا الله ولایت آنها را گرفته است. الله آنها را دوست می دارد، الله آنها را حمایت می کند. اگرچند که آنها را زندانی بکنند، آنها به شرف از این دنیا می روند حتی یأتی امر الله علی ذلک، حتی اینکه روز ساعت قیامت برپا شود. بنابر همین این طایفه ایمانشون اعتقادشون از خیلی که در زمان پیامبر هست همچنان یگان نقصان وجود ندارد. ایمان به الله دارند، ایمان با فرشتگان، ایمان با کتاب‌های آسمانی، ایمان با کتاب‌های یعنی به روز قیامت و پیامبرها و تقدیر نیکی بدی را از الله می‌دانند. بنابر همین لا یضرهم خلاف من خالفهم، در این حدیث وجود دارد که با آنها مخالفت ها می شود، مقاومت ها می شود و آنها را می خواهند که دستگیر کنند و خاموش بکنند می شود. یعنی الله پیامبر میگن لا یضر خلاف من خالفهم ولا من خذلهم ضرر حتی یأتی امر الله علی ذلک. نزدیکی ساعت قیامت که بعضی شخصا شبهه انداختن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من اهل الجاهلیه لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم. در این حدیث گفته شده است که وقتی که ساعت قیامت برپا شود، در اون وقت فقط انسان‌های خبیث و فسادکار میمانند. چگونه جمع بکنیم این حدیثی که طایفه نجات یافته
این حدیثی که ما طایفه این گروهی نجات یافته تا روز قیامت هست، نزدیکی روز قیامت وجود دارد تا ساعت قیامت برپا شد. وقتی که ساعت قیامت برپا می شود و قریبی نزدیکی این طایفه از بین می رود، فقط در این دنیا انسان های فساد میماند. آنها رو الله، یعنی وقتی ساعت قیامت برپا می شود، آنها رو این طایفه الکی الله به نزد خود گرفته است. بنابر این حدیث و این حدیث یکمین طایفه نجات یافته به این حدیث دومی خبری پیامبر مخالفت نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی یأتی امر الله، حتی رو وقتی قریبی ساعت قیامت آنها وجود دارند که یک وقتی که ساعت قیامت برپا می شود، آنها الکی قریبیش گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، نزدیکیش، اینها الکی فقط در این دنیا انسان‌های فسادکار میماند تا نزدیکی ساعت قیامت. یعنی ما ناامید نباشیم. عالم‌های ربانی وجود دارند، در منهج روش پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. در حقیقت آنها در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که پرسیدند که این طایفه در کجا است، در حدیث فی اکناف بیت المقدس گفتن، یعنی در اطراف که اردن، شام، مصر اینها می دارد که اطراف آنها بسیار از انسان عالم های اهل سنت و مجاهدان راه الله وجود دارند. میخواهیم که ما مثل همان طایفه نجات یافته باشیم، طایفه‌ای که غالب پیروز. باید ایمانمان مثل ایمان قرآن سنت حیات پیامبر رو آموزیم و در راه الله با مال و با علم و با جانمان جهاد بکنیم و تا کوشش بکنیم که به فرزندانمون تعلیم بدهیم و از ملامت کسی نترسیم. خوشا به حال کسی که از همان طایفه هست و منهجش صحیح هست، میخواند و با علم ها جستجو میکند و همچنان طایفه همچنان فکرهای روشی آنها رو میگیرد که در حقیقت این گروه گرچنده که یک کمشان در مغرب، یکشان در مشرق وجود دارند، اما آنها مردم را به صلاح و اصلاح میکشانند، دعوت میکنند. در حدیث آمده است که این الاسلام بدا غریبه و سیعود غریبه کما بدا فتوبى للغرباء. پیامبر گفتند اسلام به ابتدایش با غریبی سر شد، کمی اندک بودن پیامبر، و نزدیکی روز قیامت این چنین اسلام غریب می شود. انسان هایی که در روشی پیامبر و صحابگان و تابعین وجود دارند، آنها غریب هستند. غریب کی است؟ غریب همون شخصی است که از دیارش محروم نیست، بلکه بین مسلمانان و گروه های گمراه سرزنش می شوند، اما در این راهی پیامبر و صحابگان را ترک نمی کنند. همیشه امر معروف و نهی از منکر می کنند، می کوشند که مردم اصلاح شوند. وقتی که پرسیدند این غربا کی است، پیامبر گفتند الذین یصلحون حین یفسد الناس، آن کسانی که اصلاح میکنن بین مردم با یگانه با توحید و با ایمان، از شرک کفر با خبر میسازند وقتی که مردم فساد میشوند. فسادی بدترین فساد این فساد اعتقاد میباشد که مردم به خرافات بدعت و شرک آمیخته است و مردم، یعنی علماها، یعنی بعضی شخصا کار نمیدارند. همان شخصایی که درباره بدعت و خرافات و شرک سخن میکنند، مردم رو صحیح میکنند، آنها در حقیقت در منهج اهل سنت و الجماعت میباشند، این طایفه منصور میباشند. بنابر همین فساد اخلاق میباشد که اصلاح میکنند. فسادهایی که مردم فساد میشوند، ریباخور و پاره‌خور و زیناگر و شراب نوش میشوند، مردم رو یعنی اصلاح میکنند. یعنی بزرگترین فساد این است که مردم رو از شرک کفر آگاه میسازند، از دوستی کردن و نصرانی، یهود و بت پرست رو، یعنی با آنها دوستی کرده، شرک کفر آنها رو دوست داشتن و با آنها
دوستی برادری کردن رو میگویند که این کارها خطا است، نکنید. میگویند الذین یصلحون حین یفسد الناس. آیا ما مثل این طایفه هستیم؟ آیا ما غم دین داریم؟ غم دین را در دل بگیریم و از فرزندان ما شروع بکنیم. آموزیم تا که نجات یابیم. تا قدر امکان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.